سرت داخل کن. چرا؟ حتما به بدت تسلیم ما میکنی. پس ببر دیگه. یا دقیقه صبر کن. مادر من نشن. آرام باش شیر بچه. با مادرت ضرر نمیرسونم. دستت چی شده؟ شکسته؟ ودتی کار کده؟ بیبی واضح است که از دست او احمق فرار کردی. باز حالا که بچه‌تون کتت آوردی؟ پس منتظر باش. آسیا ینگیم که آمد به یک شفاخانه میبرمت. من شفاخانه نمیرم. ما میریم خود مشکل حل میکنم. نترس. نمیخوایم شما را پس روان کنم. با او به شرفم خبر نمیتم. چطور سرت باور کنم؟ چرا که تو در منطقه ماستی. ما هیچ وقت میمانای ما را اذیت نمیکنیم. حالا میره سرت پایین میکنم. منتظر باش. مصطفی میخوایم خانه پدرم برم و خبرشونه بگیرم. پس که آمدم کالا میشویم زیاد شده. پیش از رفتن اول باید جواب سوال ما را بدی. جواب چیره؟ جواب ایره که چرا با او دست دادی. خوب کردین. خوش آمده. من به اطاعت سگار هستم. از دیدنتان خوش شدم. خوش باشی. ها خی تو جواب این سوال میخوایی؟ جواب همی سوالا میخواست. تو چرا کتیشن قدر صمیمی بودی؟ اول تو جواب مرا بدی. های بی انصاف. شرم است. کجا دیدی که ما طرف او زن سیل کرده باشم؟ دیگهش نمیفهمم. من یک بار خانه پدرم برم پس میایم. آسیا آف. چی مصطفی بگو؟ ینگا جان کجا میری؟ آدم خود سلام علیک میکنه تو. سلام علیکم بچه ها. کلتان کالا چرکتانه بکشین جمع کنین. پس از خانه پدرم کامدم میشویم. درست است. فقط گفتیم برو گل لغت کن. کار ماشین کالاشویی میکنه نامزینک میشه. ینگا عجله که حالا دیگه. سیا فهمیدم درست است. کالارهای زمینی را چک کردم. در شرکت های هوایی هم نامشته بود. امکان نداره. اون نه موتر داره نه پول جانم. باز بچه خودم که خود برده. چطور امکان داره فرار کنه؟ یک دفعه خوب فکر کنی. فکرم کار نمیکنه. عقلم من کاملا از دست داده. اول خدا آرام بساز. بیازو خودت باعث شدی که اونا فرار کنن. عجیب است تو با. ما در پایین که کالالیانان میخوردیم تو در بالا آمدی کلکای بیچاره را میده کدی. ها کالالی ها. فهمیدم حتما وقتی که محافظی نبود مهمانا برآمدن رو هم کتشان فرار کرده. کالالی ها نفس فرار دادن. بیازو او طاهر سر از زنم چشم دختر بود. بله نجیب. زود طرف شرکت برین ما هم میایم. میخوایی چی کنی؟ طاهره در دریای سیاه غرق میکنم.
پدر آسیا جان دختر مقبولم خوش آمدین. خوش باشی پدر جان. چطور هستی؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ ما هم خوب هستم قند پدر. منتظر چی هستین؟ پایین شوین دیگه. ما را چرا اینجا آوردی؟ گفتی که شفاخانه نمیری اما باید کلکایت پانسمان کنیم. کاکاسمان شکسته بند است. حالا دیگه بیا. بریم یک تنیم. سلام علیکم کاکا عثمان. علیکم سلام بچیم، خوش آمدی، صفا آوردی. خوش باشین کاکا عثمان. میشه داخل بریم؟ بفرمایین. بسیار خوش آمدی دخترم. بیا دیگه. بیا بچه. باش بوتایتا بکشم. بشی جان مادر. نترس. نترس جانم. آسیا دخترم ای بچه که مقبوله ببر که باغچه را ببینه. بیا بریم، پدرم دست مادر. نمیخوایم مواظب مادرم باشم. یک تنیم. ما برای چی گفته بودم بچیم؟ تا که کلان نشی باید من ازت مواظبت کنم. ما حال خوب هستم، نترس، درست است. و شایدم در باغچه اسبای مقبول باشه. راست میگی؟ باید یک بار خودتان ببینی. بریم ببینیم.